شیطان میگوید کسی که صدای اذان را شنیده نماز نخواند او پدری من است. اگر ثروت و نان را اسراف کند او برادری من است. اگر از امام پیشتر به رکوع رود او پسری من است. اگر به خاندانش مهمان آید و حرمت و احترام نکند او مادری من است. زنی که لباس برهنه پوشیده خود را در بین خلق نمایش می دهد او همسری با وفای من است. زنی که از حد زیاد خود را آرا و تارا می دهد او معشوقه من است. اگر پیش از خوردن طعام بسم الله الرحمن الرحیم نگوید او آینده درخشان من است. کسی که به مال و ثروت دنیا داده شده آخرت خود را فراموش کرده است او فرزندی من است. این گفته های مرا کسی به دیگران نرساند او دوستی وفاداری من است. اگر این گفته های مرا کسی به دیگران میرساند او دشمنی من است.